به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ستایش مخصوص خدایی است که بر بنده خود قرآن را نازل کرد و هیچ انحرافی در آن ننهاد. کتابی محکم و پابرجا تا مردم را به واسطه آن نسبت به مجازات شدید الهی هشدار دهد و اهل ایمان را، همان کسانی که عملکردشان نیک و مفید است، بشارت دهد که پاداشی نیک و زیبا در انتظارشان است، بهشتی که جاودانه در آن خواهند ماند. و نیز به کسانی که میگویند خداوند فرزندی اختیار کرده هشدار دهد. نه آنها آگاهی دارند نه پدرانشان. حقیقتاً سخن گرانی از دهانشان خارج می شود و آنها جز دروغ چیزی نمی گویند. گویی از غم و اندوه به خاطر دستاورد زشتشان می‌خواهی خود را هلاک کنی که چرا به قرآن ایمان نمی آورند. ما هر چرا روی زمین قرار داده ایم برای زینت آن گذاشتیم تا مردم را مورد آزمایش قرار دهیم و مشخص شود کدام یک از آنها عملکرد بهتری دارد. و سرانجام نیز روی زمین را به خاک بیگیاهی تبدیل خواهیم کرد. آیا گمان می‌کنی که اصحاب کهف و رقیم از نشانه‌های عجیب ما بودند؟ یادار آنگاه که آن جوان مردان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا، ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و برای رهایی از این مشکل راه نجاتی پیش پای ما بگذار.